بسیاری از اطفال و کودکان بودند که منتظر جوانی بودند و الان این جسد نازنینشان در قبرهای تاریک قرار دارد. ای عزیز من، بسیاری از انسانهای تندرست و سالم بودند که مرگ در روح و روان و خاطرشان نبود، اما ناگهان به چنگال مرگ گرفتار آمدن. ای آن کسی که نماز صبح را قضا کردید، معلوم نیست که فردا کجا باشید. ای آن کسی که پدر و مادرت را از خود ناراض کردید، معلوم نیست که فردا کجا باشید. ای آن کسی که روابط خویشاوندی را قطع کرده اید، معلوم نیست که فردا کجا باشید. ای آن کسی که برای لقمه نانی که برای دیگران بیاورید دروغ گفته اید، فردا کجا باشید. ای آن کسی که کبر و غرور وجودت را فرا گرفته است، فردا کجا باشید. بزرگترین وعظ و پند مرگ است و چه میدانید که مرگ چیست؟ یاد مرگ بزرگترین موعظه است، یاد مرگ بزرگترین نصیحت است. راست گفته است سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه، کفا بالموت واعظا. فرمود رضی الله عنه کفایت می کند که مرگ برای من و شما وعظ و پند و نصیحت باشد. و الان می بینیم که مرگ مفاجات و جنازه ها زیاد شده اند. هر روز خبر جنازه ای را می شنویم و این نشانه قیامت است. و فرمود صلی الله علیه و سلم اکثروا ذکر هازم اللذات. امتا یاد کنید آنچه که خوشی ها را از بین میبرد، آنچه که لذت را از بین میبرد، آن را به کثرت یاد بکنید. بار بار الله هشدار میدهد در کلامش کل نفس ذائقة الموت. هر نفس چشنده مرگ است، ذائقه مرگ را میچشد. هر کدام من و شما مرگ را میچشد. و همچنان او سبحانه و تعالی در کلامش میفرمایند انک میت و انهم میتون. پیامبر تو هم میمیرید و امتتان هم میمیرند. و همچنان او در جای دیگر میفرماید ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیکم. از مرگی که فرار میکنید مرگ به سراغ شما خواهد آمد، مرگ به ملاقات شما خواهد آمد هر کجا که باشید. آیا دیدن مرگ عزیزان، آیا دیدن این همه جنازه ها برای من و شما کفایت نمی کند؟ اگر در خانه‌ات پدر و مادرت میمیرند، اگر در خانه پدرت از دنیا میرود، مادرت از دنیا میرود، برادرت و همشیره‌ات از دنیا میرود، یادتان باشد که برای دیگر اعضای خانواده این هشدار است که باخبر نوبت بعدی از آن شماست. عزیزان من، در گذشته وقتی کدام جنازه میشد ورثه میت از دیگران شناخته نمی شدن. یعنی اگر شما می آمدین که می دانستین که ورثه میت چه کسانی هستند، نزدیکان میت چه کسانی هستند، در گذشته شناخته نمی شد. چرا؟ تمام کسانی که در جنازه حاضر بودن گریه می کردن. چرا؟ فکل یبکی علی جنازه نفسه لا علی المیت. هر کدامی آنها بر جنازه خود گریه می کردن، نه برای مرده. برای مرده گریه نمی کردن، آنها بر حال خود گریه می کردن. وقتی جنازه ای را می دیدن، لحظه قبض روحت را تصور بکن، لحظه جان کندنت را تصور بکن، سکرات مرگ، لحظه پرواز روح را نمی دوانیم که آیا دروازه های آسمان برای روح من باز می شود و یا اینکه دروازه های آسمان برای روح من بسته می شود، و یا اینکه از هر دروازه صدا می زنن ای فلانی بیا، ای فلانی بیا. و یا اینکه از جمله کسانی هستیم که الله در موردش می گوید لا تفتح لهم ابواب السماء. دروازه ها را باز نکنین برایشان، دروازه ها باز نمی شود. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. آنها به بهشت نمی روند تا اینکه شتر از سوراخ سوزن داخل شود. امکان دارد شتر از سوراخ سوزن داخل بشود؟ الله میگوید اینها
هم ممکن نیست که اینها داخل بهشت بشوند. بنابراین اگر مرگ را دائم تصور بکنیم والله عبادت برای من و شما آسان می شود. اگر مرگ را تصور بکنیم نماز صبح برای من و شما آسان می شود. بیدار شدن برای نماز صبح برای من و شما آسان می شود. انسان عاقل، انسان هوشیار، انسان دانشمند همیشه در فکر مرگ است. جبرائیل علیه السلام پیش پیامبر عزیز من می آید. میدانین برای پیامبر چی میگوید؟ میگوید یا محمد عش ما شئت فانک میت. ای محمد هر چقدر که میخواهید زندگی کن اما میمیرید. و احبب من شئت، دوست داشته باش، دوست داشته باش هر کسی را که دوست دارید فانک مفارقه، اما جدا میشوید از او. واعمل ما شئت فانک مجزی به، هرچی میخواهید عمل کن به تو جزا داده میشود و پاداش. ثم قال یا محمد شرف المؤمن قیامه الليل، قیام الليل شرافت انسان مؤمن و بزرگی انسان مؤمن شب زنده‌داری است. و عزه استغناءه عن الناس، عزت انسان مؤمن این است که از مردم خود را بی نیاز بکند، دست را به سوی مردم دراز نکند. این جملات کوتاهند اما معانی بسیار وسیع دارد. برای هر کدام من و شما این خطاب است. این خطاب جبرائیل تنها برای محمد رسول الله نیست، برای هر کدام من و شما میگوید ای فلانی زندگی کن هر چقدر که میخواهید اما میمیرید. دوست داشته باش هر چی را که میخواهید اما از او جدا میشوید. اولادت را دوست داشته باش اما از او جدا میشوید. موترت را دوست داشته باش اما از او جدا میشوید. تعمیرت را دوست داشته باش اما از او جدا میشوید. خانواده و فامیلت را دوست داشته باش اما از او جدا میشوید. ولقد جئتمون فرادا کما خلقناکم اول مره، امروز تک و تنها پیش روی ما میایید همان طوری که اول شما را تنها خلق کردیم. هر کسی را دوست داشته باشید، هر چیزی را که دوست داشته باشید روزی از او جدا میشوید. امروز دروازه عمل باز است اما کسی از تو حساب نمیگیرد. والله فردای قیامت دروازه عمل بسته می شود و از تو حساب گرفته می شود. بله عزیزان من، الان دروازه عمل باز است اما وقتی شب می شود معلوم نیست که تا صبح باشید یا نباشید. امروز روز جمعه است، با غروب آفتاب والله هیچ کدام ما نمیدانیم که تا صبح زنده باشیم یا خیر. بسیاری ها شب خواب شدند دیگه صبح بیدار نشدند. بسیاری ها از خانهشان صبح بیرون شدند، از او طرف جنازهشان را به دوش آوردن به خانه. بسیاری ها در خانه غذا فرمایش دادند اما از آن غذا نخوردند. بعد از 1 ساعت خبر مرگشان آمد. بسیاری ها صبح لباس نو پوشیدند، دکمه های لباس و قمیص خود را خودشان بسته کردند اما در پایان روز در غسال خانه کسی دیگر دکمه های لباس او را باز کرد و لباس او را از تنش بیرون آورد. از این پرسان نکن که چه وقت میمیرید و کجا میمیرید. مردنت حق است، یک امر قطعی است و حتما میمیریم و در یک جایی میمیریم. سؤالی که باید از خود پرسان بکنید عزیز من و بزرگوار و تو باید برای آن جواب داشته باشید، این که به کدام حالت میمیرید، این که به کدام عمل میمیرید، این که به کدام وضعیت میمیرید و به کدام عمل میمیرید. ای کاش که مرگ پایان کار می بود، ای کاش که مرگ پایان کار می بود. اما بعد از مرگ قبر است، بعد از قبر حساب و کتاب است. قبر اولین منزلگاه قیامت است. برو ببین که پیامبر من محمد رسول الله فرمود ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه. من هیچ منظری را ندیدم مگر اینکه قبر از او بدتر است. هیچ منظری را ندیدم مگر اینکه قبر از او بدتر است. میخواهید قیامت را ببینید، بروین قبرستان. میخواهید قیامت را ببینین، بروین قبرها را زیارت بکنین.
از رحمت پروردگار بود که آنچه که در قبرها میگذرد من و شما را خبر نداده است. اگر آنچه که در قبرها میگذرد به ما نشان داده میشد، والله دیگه زندگی کردن در روی زمین برای ما خوشایند نبود. والله اگر ما میشنویدیم آنچه که در قبرها میگذرد، دیگه من و شما مرده های خود را دفن نمی کردیم. پیامبر من، محبوب من صلی الله علیه و سلم فرمودن: لولا ان تدافنوا لدعوت الله عز وجل ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمعنی. اگر خوف و ترس این نمی بود که شما مرده هایتان را دفن نمی کنین، من دعا می کردم که الله عذاب قبر را به شما بشنواند آنچه که من محمد رسول الله میشنوم. دیگران رفتن، پدر رفت، مادر رفت، برادر رفت، همشیرها و عمها رفتن، عمو سفید بزرگوار، حاجی صاحب بزرگوار، ای ملا و مولوی صاحب بزرگوار، نوبت من و تو هست و میدانیم و یقین میدانیم که ما در نوبت ایستاد هستیم. با چشمان خود دیدیم که با پای خود از خانه بیرون شد و بعد از او طرف جنازه او را آوردن. اعضای فامیل گفتن این جنازه را به خانه نیارین که ما میترسیم از جنازه. ای بیچاره، این حالت است. به محض اینکه روحت از بدنت خارج شود تو دیگه ارزشی نداری، حتی برای خانوادت ارزش ندارین. آنها وحشت میکنن، آنها از جسمت میترسن، آنها از چشمان ایستاده تو میترسن، از آنها از پای و دست بی حرکت تو میترسن. والله بعد از مرگتان لباسهای جانتان، توشکی که بر آن خواب میشدید، بالشتی که بر آن سر میماندید، دیگه کسی آن را در خانه تحمل نمی کند و آن را از خانه بیرون میکنن. دیده شده است که خودش در مسجد هیچ وقت ما دیدیم با چشمان خود، ما با چشمان خود دیدیم که جناب علی هیچ وقت در مسجد نیامده است، هیچ وقت در مسجد نیامده است و حتی چهره اش را ما به یاد نداریم، اما اعلان نماز جنازه اش در مسجد می شود. ای وای بر تو، چطور می توانید در مقابل رب العالمین حاضر شوید؟ چطور می توانید؟ اعلان جنازات در مسجد می شود، فاتحات در مسجد گرفته می شود، اما کسی او را در مسجد ندیده است، کسی او را در مسجد ندیده است. والله مرگ از آرزوی من به من و شما نزدیکتر است. مرگ از صبحی که الان انتظار آن را می کشیم، فردا صبح والله مرگ به ما نزدیکتر است. قبرها مثل زبالدان است، زبالدانی که بسیار بدبوی است، اما برای بعضی ها باغچه‌ای از باغچه های بهشت است. دعا بکنین که الله سبحانه و تعالی قبرهای من و شما را باغچه‌ای از باغچه های بهشت بگرداند. ای آن کسی که در نمازها دیده نمی شوید، آیا آماده مرگ هستید؟ ای آن کسی که در نمازها دیده نمی شوید، آیا آماده مرگ هستید؟ آیا برای قبر تنگ و تاریک آمادگی گرفته اید؟ آیا اینکه حاضر هستید با پروردگارت روبرو بشوید؟